اخباری آمان همکسبا و وزیر نظامی پیش از همان تشریف شما رو ببینید رئیس اجرایی عالی جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفتم برای همکاری‌های متقابلا سودمند با وزارت تندرستی در دوره یعنی کویش دادن بیماری‌های سیرتی و غیر سیرتی بود مرکز تشکلی نزد حیات سولیم اظهار نمودند. البته اشتراک شما کارمندان وسایل اخباری آمد در نشست مطبوعاتی موضوعی ما گواهی تقویت همکاری‌های بیمارده موجود شد. به طور مشخص دو سوالی شود که من مشخص و با کارگی جواب دادم. جودار سمادов خبرنگار تلویزیون ایران و طبیعت چون وقت بسیار محدود است یک مینداری یک نفر همکس و همکارمون قربان احمدزاده را به شما جناب وزیر میرسونم برای دستگیری بسیار بواسطه ایشان بعد از مهاجرت به یک درد گرفتار شدن که با کمک شما در قریه بالا جراحی شدن و اونا حالا که روی بیستر هستند خواستن که مینداریشون در حضور همکسبای عزیز به شما برسونیم. ما هم از شما بسیار مینداریم که همکسبای ما زیر توجه شما قرار دارند. سلامت. تشکر. 2023 تعداد از شهروندان تاجیکستان برای انجام عملهای جراحی به خارج از تاجیکستان سفر کردند و در داخل تاجیکستان تعداد جراحی شدند. این سوال اول. سوال دوم هم در مورد یک بیماری هست که البته شما اینجا یک امور ارقام گفته در مورد یک بیماری مادرزادی به نام تترادوفالا. سال گذشته در تاجیکستان تعداد نوزادان با این بیماری به دنیا آمدند و آیا در داخل کشور برای جراحی آنها امکانیت هست و خانواده هایی که با این مشکل روبرو هستند باید به کدام بخش وزارت تندرستی مراجعه کنند؟ و سوال سوم هم اگر خاطرتان باشد 2 سال پیش من در مورد تشخیصی بیماری سرطان از شما سوال کرده بودم و گفته بودم که چه وقت تاجیکستان صاحب پت اسکن میشود. آیا این اتفاق افتاد یا نه؟ تشکر زیاد. روز پیش با وزیر رشد اقتصاد هم صحبت شدیم. یک برنامه به دولت قطر اوید ساختمان مرکز علمی سرطان شناسی مبلغ خیلی زیاد است. ما همین را به ایران گرفتیم. در وقت اگر ساختمان شود برای تامین کردن دستگاه پت اسکن پت ما میگیم. دو روز پیش ما داشتیم علاقه لایحه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امضا شده و پیشنهاد کردیم. ما دو تا برنامه پیشنهاد کردیم. کدام یعنی حرف چنین حتما همون دستگاه پیوست میشه در مرکز سرطان شناسی. مثلا دیگه در مورد تترادوفالا که ما قید کردم در سال جوری 1650 تا با نقصانات تولد شد از این 320 نقصان زادی دید. امروز در وقت بیمار شدن کودکان او $1 میلیارد در کدام وقت جراحی کردن. مرکز دل ردخوی که در مرکز علمی دل ردخوی که در شهرک تیبی جایگیر است مراجعت میکنه. امروز متخصصی که در آنجا فعالیت میکنند بعد تکمیل اختصاص در دولت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران. این زمان چند نفر در جمهوری اسلامی ایران است؟ 4 نفر اویدی جراحی مثلا جراحی مرکبی که در جمهوری تاجیکستان روزانه می شود برای وارد کردن این زمان جراحی ترانسفورمر در حالت در کار ما شما ببینید متخصصی وزارت تندرستی اوید بیماری‌های دیگه کودکان است. مدل نو واسه سینوس نو واسه اول همه عملیاتو دستگاه نو وارد شد در مرکز هنگیوگرافی نو از دولت ژاپن. و نزدیک دستگاه نو چه روزی شده؟ هنگیوگراف است اپارات ایک از طرف وزارت که امکاناتشون زیاد بشه برای وزارت. سوال دیگر در مورد تعداد اونایی که برای جراحی من اکثر خیلی میکنم که بعضی آمارایی که میتیان که در جمهوری تاجیکستان چقدر رفتن جراحی کردن من در بسیاری آمارایی که از طرف دیگر دولت مجرم راضی نیستم و خاطر که من اینا از همه خیلی هم نمیزنم و تحلیلات داشتیم بودم خیلی که از جمهوری تاجیکستان مقدار زیادی بیماران بر جمهوری اسلامی ازبکستان وارد تمامت میروند. وقتی که ما تحلیل کردیم فقط یک گذرگاهی که در
ноҳияи масчо ҳаст. вақте ки шаҳрвандони тоҷикистон аз ҳамон гузаргоҳ гузаштанд ва ё гап зананд ки мо барои ташхиси табобат мегӯем чӣ мешавад, осон гузаштани ҳамо мешавад, имкониятҳошон зиёд мешавад. агар ҳамчун соҳибкор гап зананд, шумо худтон медонед ки чӣ вазнинё мешавад. аз ҳамин хотир дар бисёр ҳолат менависанд ки барои ташхис табобат, лекин он миқдоре ки додагианд ки барои рафтагианд ин хел нест. имрӯз вазорат мо тасмим гирифтагӣ ҳастем ки фақат бо рохати вазорати тандурустӣ агар ҳам амалияти ҷарроҳие ки ё ки табобате ки дар ҷумҳурӣ намешавад дар дигар давлатҳо бошад бо рохати вазорат қатъӣ меравад. дар ҷумҳурии мо бошад фақат дар як маркази илмии пайвандсозии узву агар дар соли ҷорӣ 879 ҷарроҳӣ шудагия, аз ино 224 таш ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо ҳастанд. 54 нафар шаҳрвандони хориҷӣ омада дар инҷо ҷарроҳӣ кардагианд дар як муассисаи мо. агар мо дар ҷамъ бигирем тоҷик ҳастанд ки шаҳрванди дигар давлат аст, ин теъдоди хеле зиёд мешавад, бо тоҷики ҳастанд бо шаҳрванди хориҷӣ ҳисоб намекунем. سوال داشتم سوال اول در رابطه با هم مطابقتی در رقم ها است. شما مثلا سالی 66 ماه سال 2023 در رابطه با امور عمومی نورسایی کادرها در ساحه گفتید، ولی وقتی که اون رو با منطقه ها تقسیم بندی کردید، اون اموری که در جمعی کشور گفته بودید مطابقت نمی‌کرد. یعنی زیاد شماره طبیبان زیاد بود و شماره همشیرهای طبی کاملا تقسیم بندی منطقه ها. این رو شما چگونه شرح میدید؟ سوال دیگر در رابطه با این است که چند پیشتر ماه اکتبر و نوامبر مرکز تحقیقات استراتژی یک تحقیقات سوسیالی گذارد در رابطه با سطح فساد در معالج و تندرستی. در همونجا اشاره شده است در خلاصه که یکی از سبب‌های ترک ساحه کردن طبیبان این فساد است، چون که آنها در بعضی حالت‌ها برای آمدن سنجشگران از وزارت و دیگر نهادهای بالایی از بیماران پول میگیرند، در بعضی حالت‌ها از معاش خودشان پرداخت میکنند، از این رو آنها را دلمانده میکنند و آنها ترک ساحه میکنند. سال پیشین زیاده از شما از اون نورسایی بود. هر ساله دانشگاه دولتی طبی در سال 2023 1639 نفر ختم کرد. سوال من مفهوم شما برای نکردید. من دارم که آماری که شما داده در 2006 در همونجا نامطابقتی بود. یعنی شما گفتید که مثلا 1000 نفر طبیب نمیرسید، ولی وقتی با منطقه‌ها تقسیم بندی کرده شماره طبیبان زیادتر بود، شماره همشیره‌ها کمتر. 1000 یگان و 1000 نورسایی کردن مثلا نه یگان وقت باز شریک محصول 2020 فعالیت دارم نورسایی طبیب 1000 تا نبود مثال همه باشد زیاده از 3024 بعد خیلی است یه چیزی دیگر میزنم ما رفتم با آدم که شما کنید اول ختم گام میزنم 1639 تا دانشگاه دولتی طبی ختم کرد 366 تا دانشگاه طبی خطلان 344 تا دانشگاه ملی ختم کردن. ما در عموم گفتم اگر حساب کنیم در 1348 در مجموع نبود اموری که در نه ما شما 6 ماه پیش بود حساب نکردیم مثلا از روی حساب شما 155 نفر اموری در عمومی طبیبان زیاد بود و یک 15 نفر همشیره‌های کمتر بود. یعنی از امور عمومی که شما پیشنهاد کردید تقسیم بندی منطقه‌ها شما چرا به اینو نمی‌گفتید ما در این سال غیر از مؤسسات سایت تندرستی دولتی مؤسسات خصوصی امروز باز خوشینه 153 این سال ما را گرفتیم 153 تا مؤسسه خصوصی نورسایی طبیب است 105 تا همشیره طب بعد اداروی است مؤسسه اداروی هم 153 تا 77 تا همشیره طب وقتی که پرابلم مؤسسه اداروی شد اداروی هم 1540 کار دارد مؤسسه خصوصی 7211 کار دارد همین سال ما وقتی که هم صحبت شدیم یا جلسه قطعی مؤسسه خصوصی گذراندیم و گفتن که ما مؤسسه را تشکیل میکنیم کارمند نباشد ما فعالیت نمیکنیم درمان و رسایی کادری نیست با همین خاطر ما رقم را گرفتگیم شما جمع کنید من چی رقم میگم 5 سال پس نه آخر سال پس ما رقم را میگم شما ما رقم خطا نمیکنم جناب وزیر شما بخیر بوده دیگر ما شما میگه 6 ماه پیش در عموم گفته نه که من حساب کردم نه ولی نبودم ما حساب کردیم خصوصی هم گرفتیم وزارت اداره ها هم گرفتیم
ما باید چیز دیگه میگم که همین سوالی گفتگی شما دا 505 تا ما باید ختم اینترنت رو با کل قبول کنیم 34 نفر باید لیست اردیناتور رو با کل قبول کنیم 457 تا دیگه 57 نفر دیگه با طور شرط عمومی به همون سالی گذشته با کار تامین کردیم ما این رقم‌ها را در یاد دارم من چه خیلی رقم یا بعضی به وقت هم کسب نمیگه ما با طریق مکتوب به شما مراجعه می‌کنیم و اجرا می‌کنیم شما تشکر سوال دیگه بگید تشکر مثلا یک سیاست دموکراتیک تحقیق گذراندگی اون در خود من دیدم که تحقیق گذراندگی در دو مؤسسه تندرستی در مؤسسه شفابخش و مؤسسه بیمارخانه استقلال گذراندگی اونجا سوال دادن که در من بعضی این همه تحلیل مثلا شدگی بود من فکر اندیشه خودم گپ زدگی بودم من یک چیز شما را خیال میکنم که بیشتر در مؤسسه های تولدی این سوال شما گوش کنید در مؤسسه تولدی گفتن که بیشتر فساد است ما یک چیز شما را خیال میکنم در دانشگاه دولتی تیوی گردانم دانشگاه دولتی تیوی امروز سیستم کردیتی است سیستم کردیتی است من مثال که من فرزند من شما مثال میارم فرزند من در دانشگاه میخونم و پرزیدنت چه میگیرم من اون خانه میام فرزند من میگه که برای من مبلغ در کار است که اون نمیگه که من از امتحان گشتم برای امتحان من سپردن دو بار سه بار من بوده در خزینه باید مبلغ سپرم شکی ولی نشان داده بعد برای اجازه میتیم و سپردن من اینا در همون جلسه که محاکمه شد من فکر اندیشه و گپ زدم علاقه من پدر همون دانشجو میگم که در دانشگاه دولتی طبی فساد است مبلغ گیری است چون که فرزند من دو مرتبه برای سپردن امتحان را اون نمیگه که از امتحان گشتگی بود مبلغ گرفتن بعد راه دادن امتحان یک من رفته کوچه اگر من یکم کس گپ زدم خیلی که ما گفتیم همین تحقیقات گذراندم علاقه من سوال دادم که فکر شما چی است برای دانشگاه دولتی طبی ما بیزا که کارمند صنایع طب نباشم من میگم که در حقیقت در اونجا فساد است چون که پسر من اومد از من مبلغ گرفت برای سپردن امتحان برای اینا باید تحقیقات هر خیلی بشه من الان مقابلی نیستم در تمام سوها هست وظیفه ما یک چیز است کوشش دادن همین است من همین بینابر گرفتم نه که یک فیصد معین همه ممکن همین در وابستگی باشد مثلا دیگر گفتن در تولدخانه بودن در حقیقت درست قید میکنن همین وقت این همین گردش‌های شبانه و روزانه که امروز رهبریت وزارت تندرستی میکنه در مؤسسه در وقتی ما خوردن خاطر مردم یکم کس اوید مبلغ ستایی گپ نمیزنه یک مثال میارم که امروز برای پیش گرفتن حالت‌های کانستیتوسیونی ما فرمان وزارت گرچند که در قرار حکومت جمهوری اسلامی از 2008 بود برای واردن که بروش قیصری مبلغ قطع شود به خاطر چی به خاطری که وقتی که من مبلغ بوده در خزینه 475 تومان میسپرم از من مبلغ طلب کنم میگم من علاقه مبلغ من در خزینه سپردم باز هم شهروندانی که وکالت خودشون رو میدونن میشود حالت که وقتی که من سپردم باز هم خیلی میشود در وقت پرسش من کارمند صحبت نداشت نیست همین کسی میپرسد میگه که من یک فرزند من یا کلی نبودم تولد کردم مبلغ گرفتم سوال تنگه علاقه مبلغ گرفتم علاقه او فیصد همون در میره همین اگر ما چقدرتر تحلیل کنیم یه مقداری همین کاهش یافتگی است همین یکی از سبب‌های بین مردم در میگه که مقداری همین کروپسیا در بین کارمندای سوای تولدی زیاد است یکی از سبب‌هاش همین شده میتونه یکی در حقیقت کمبودی در سوها هست امروز مسئله که اکتوالی که در نزد رهبریت وزارت است ریاست‌های تندرستی است پیش گرفتن همین این برای پیش گرفتن همین دو روز پیش من گردش کردم که همون سپارشی که وزارت تندرستی اوید رقم‌های تلفنی باوری بود من خیلی یک تولدخانه رفتم حرفای کلام خاطر رهبر ماموریت وزارت تندرستی رقم 211835 از اون جمله رهبر مؤسسه در اونجا موندگی است در وقتی که نافهمی و پیدا شدن حتما باید او مراجعت کنند این حتمی نیست که من در این صفحه اینترنتی نویسم برای پرابلم باشد ما برای پیشرفت جمعیت باشد دولت باشد ما رهبر ساختار را باید مراجعت کنیم که همینا را ما پیش رفت نگیریم که آینده تکرار نشود در واقع خلاصه شما که یکی از سبب‌های تحقیق صحبت کردن طبیبان این فساد است و از جانب سنجش بسیاری مقامات امروز در حقیقت ما روان میکنیم خدمات را فقط این دیگر که شویدیت هم
ما فقط سنجش‌های متدی میشود. وقتی که من روان میکنم یک چیز یگان دکتری که در اونجا فعالیت داره در وقت سنجش یگان دکتر دعوت نمیکنه نمیفرسته بگذار قطعی تابعیت کسل وابسته باشد. راهبر مؤسسه میرن کدام حجتی هست میبینن سنجش میکنن توصیه میکنن. در آینده رفت گردش کردن اگر هم کمبودی که از طرف همون استفاده شود فقط چاره‌جویی راهبر مؤسسه نمیشود یگان دکتر در نمیشود. اما مثلا دیگر سنجشی که در مؤسسه هستند خیلی سنجش میشود همون سنجشگرایی که ما باید گفتیم برای همین ما باید فقط ما یک چیز میگیم ما باید اسم ملی بلد داشته باشیم. وقتی که ما در اون بگذار ما کارخانه شما رفته اگر من مثلا دغل رفتار کنم در وقت سنجشم البته همون کارمند رو افتاده میشود. میگه سبب همین سنجش‌ها باشه رفتن باشه ما یگام امور در وزارت تندرستی گرفتگی هم خیلی یگام شکایت هم گرفتگی نیستم مشق بود اینا از طبیب ما کار میکنن اول سال وقتی که میروم و شرطنامه که موندن برگشتن نمیتونم الان که همون اصولهایی که در همون یگام کلینیک کار میکنن بیرون از جمهوری هم باشد اگر وقتی که شرطنامه میکنن الان که امکانیت برآمدن ندارن و همین خاطر کمتر درازتر میشود. اینا به اکثر 700 سال گذشته 485 باشه 174 الان که خبر کم شده است. 119 نفر دیگه اومده فعالیت 34 تا بعد ختم اردیناتور کلینیکی در دیگر دولت‌های خارجی اومده امروز در تاجیکستان در کار تامین کردیم. یعنی روزی شما همچون وزیر چی مثلا نظر دارید دایر به کارمندانی بیمارخانه میسینا که نهایت خودی از داروواری دیده تشخیص ها و معاینه دکتر خیلی گران ارزش است و آیا نمی شود که به نفرانی که مثلا جراحی دیل گذراندن یا جراحی هایی که سالها باید در همین بیمارخانه باید تبابت گیره یکان امتیازها داده شود و سوال دیگر دایر به سال 2023 خیلی همه ما آگاه هستیم یک نفر طبیب از بیمارخانه یاری تجلی و محبس کشیده شد و شما همچون وزیر آیا از احوال این طبیب خبر دارید در کدام نبود حتما کدام شهروندی که وقتی که پرابلم جدی طبیب به وزارت یعنی مراجعت میکند ما از طرف سر متخصصین وزارت کنسیل میکنه حرکت میکنیم که با اون شهروند کمک کنیم. مثلا دیگر مثلا من سوال سیم شما را جواب دادم نقلنامه ایمت شکل خیلی کردم مؤسسه خصوصی هستند مثلا مبلغایی که همونو دارم همونو با دیگر ساختارها خودی رفتن موافقه کرده همون نگاه میکنن که چی موضوعی که صرفه میشود حتما اون همین به اینابت میگیرن. یکی اویدی پیشنهاد شما برای یکم امتیاز دادن این حتما ما یک بار اینا کراتر همون سوهای خدمات است مویدی وزیر تندرستی است حتما دعوت میکنیم مسئله همین را ببینیم. لیکن من یک چیز خط کردنی هستم که ما هر هفته اینا بوده مراجعت میکنم مثلا جراحی که گران ارزش است و مانند یک پیوندسازی عضو است مثلا ایواز کردن بقوم و بقوم سولی است همیشه از طرف همون متخصصین رو دستگیری یعنی شهروندانی که در پسیپذیری اولی ما کم بیزاعت داد که ما کمک میکنند که هم موضوعی که یعنی نفوی قیمت احساس کرده میشود در هم مؤسسه کمک میشود. بعد روزی هم هست یکم پس روزیگی اویدی خلال رسولی یکم مراجعت هم در وزارت نبود. من جمع کردم سر تخصص اینجا شدید چند اما سوهای تروماتولوژی که مثلا گفتم وقتی که میشود که مراجعت میکنند گرچند که اگر اون وجود نداشته باشد ما باید در قانون انسانیگری قانون دلسوزی هم هست که ما باید کمک کنیم از طرف مرکز تروماتولوژی که در بیمارخانه شفابخش است چندین بیماران از آن جمله هم کارمند شما که ما جراحی کردیم شرکت ویار انتخاب یور بودم که همون اندوپراتزی که استحصال دولتی تایل بوده این تایل بود خواهش ما هر نمود میشود گفتن من فقط همین اندوپراتز همین باشد اگر من اون را دعوت کردم در روزی کلی گرم رو پارو موندم که چه خیلی که میخواد همون را بودن استفاده کردم. روز از طرف همون کارمندانی که در همون کلیکتیوی که در همونجا فعالیت میکنن از احوال سلامتی آنها خبردار هستند و روبای مؤسسه در همونجا حضور دارن. این رو گفتی رسول محترم وزیر محترم اعضای وسایط اخباری اومد در هسپیتال خود اوید همچون طبیب پرتجربه جراح فعالیت دارد برای محبوس شده از طرف هر روز زیر نظارت با باید تیاری بینیم چقدر شهرونده و عمومی
و دیگر دولت‌ها رفته کار کردن دارد که ما متخصص پیدا کردن بودن. وقتی که ما مراجعه کردیم ساختارهایی که در تاجیکستان دیگر دولت‌ها بودن گفتن ما خیلی رقم شده پیشنهاد کردن نمیتونیم. در حالتی که رقم خیلی زیاد نبود. رقم مهاجرت کارمندان شرایط تندرسی رقم زیاد نبود. شاید که من قید کردم در سال 2022 458 نفر بودن سال 2004 خود پیشنهاد نکردن. ما فقط رقم را از مؤسسه تندرسی گرفتیم. وقتی گفتیم که عریضه رفتن میکنند همونجا قید کردن که کجا میروند. همین را جمع کردیم. لیکن امروز رقم 1 میلیون شما گفتید نه یا یک کسانی داره بچنی میرن تبابا من این آمار شما 43000 گرفتگی بودم در وقت من رستم میآید که 43000 شهروند جمهوری تاجیکستان آمدگی اگر رقم از حساب همون سرحدایی که شهروندان تاجیکستان میگذرند باید وارد تمام مردم ایالتشون بدونن وقتی که مراجعه میکنن میگه ما برای توبه تشخیص همونجا باید قید میکنند او را میتونن آمار دارن میگه امروز ممکن اگر وزارت تندرسی وظیفه گذاری کند همون سرحدایی که وارد میشوند همون را آمار حساب میکنند میگه قادم آمد من اکثر شما را پیشنهاد کردنی هستم که دولت تاجیکستان دولت تفاهم‌آمیز سایر تیپ نیست بعضی سمت‌های ما هستند که از دولت‌های همسایه چند زینه بالاییم من مثال آوردم که در فقط در 224 جلوه‌ای که ما در جمهوری گذروندیم 54 تا همه مردم از دولت‌های خارجی وارد شدند امروز کاری که در همین سمت میکنیم ندارم من چی نشوم دولت‌های همسایه بسیار همین گذرانده نمیشوند بعضی مرکزهای هستند که همینا رفته برای تجربه آموختن با تفسیر با همکاری با دولت‌های دیگری هست که یا همکاری میکنن یا اصول وارد میکنن میگوز طبیب هستیم سرمتخصص هست امروز مراجعه میکنه که این کسری من در اونجا توبه میاد ما اون میفهمونیم که همین امروز توبه که همین در جهان نیست یکی فرزند است پدر است مادر است حتما حرکت میکنه که من در دیلم نمونم من امکانیت هم هست از امکانیت استفاده رو کنم من باید رفتن در یکم دولت تشخیص کنم اگر نشم بعد اومدم همینا را بین‌الملل میگیرن که خیلی بزنیم که تمام نمودی هست بالاتوی نمیشه شرایط خوب داشتنی باشین شما برای گریج اپریاسا کردن شما دولت خارجی میرین حالا که همین دولت همین چوره را در همین تاجیکستان هم طبیعی که نو ختم کردگی است دیگه سه سال جراحی را میکنم لیکن افسوسی بعضی آدم شرایط دارن امید میگه که من رفته در یک دولت دیگر من مثال میگم ما میدونستم که یک بیماری گیمالوی اگر در جمهوری جراحی کنن اگر 600 تومان میشود 600 تومان فاصله چند تومان میشود رفته 15000 تا بعضی آدم‌ها هست بعضی آدم امکانیت دارد میبروید ممکن امکانیت او را بین‌الملل نگیرد نخواهد که مرا نبینم من مثال آورده هستم همین که همخیلی عورت‌ها هم میشود یکی رفته این 1 میلیون میشود که ما فعالیت نداریم اگر ما نباشه فعالیت امروز ما 896,661 تا گاسپیتالیزاسیا شده در مؤسسه‌های ما 314,896 جراحی کردیم ما اگر نباشه ما همین رقم‌ها را تو همین مؤسسه‌های جمهوری که مرکزهای علمی رقم‌ها را گفته می‌تونیم که چقدر در قلعه بالا چقدر در بیماری‌های چشم پیوندسازی گوسفند در دیگر مؤسسه شده در مؤسسه 13 مؤسسه جمهوری که در فقط در شهر دوشنبه جمهوری 4628 جراحی شده من در عموم میگم که فوت 3926 این مقدار زیاد نیست 0.58 فیصد همین آمارهای جهانی هست رو برعکس در بعضی سمت‌ها از آمارهای جهانی ما پستر است برای همین رقم‌هایی که شما میگین من راضی رقم دانستم چون که رقم‌ها را یکم کس روز حساب آمار را کردن نمی‌تونم دیر خو یک آمار اگر گرفتن اومدم 4 بار 5 بار 6 بار طلب میکنم وقتی که ما گپ زدن ما سوال شما را جواب دادن باید اثبات کردن ما جواب بدیم درست است رقم‌ها را اثبات کنیم هر حادثه فوت ما را از میفهمیم اگر جنبه از اومدگی باشد ما هم را نگاه میکنیم که نجای خط ای بیماری که جمع کنیم کمی شود برای همین من فکر میکنم که این بعضی آمارهایی که هستن سوال اگر نباشد بازی دیگر تشکر زیاد برای اشتراک فعال در جلسه امروز ما گذارم و همه اشتراک سلامتی فراهم